سلام آقای چینی، خیلی خوش اومدید. خواستم را چند تا سوال ازتون داشته باشم که شما چی شد که خودتون طرفدار استقلال شدید؟ سلام و عرض ادب دادم خدمت شما و بینندگان محترم. خب عرضم به خدمتتون که من از دوران نوجوانی فوتبالمو تو زمین خاکی‌های جنوب شهر شروع کردم و رفته رفته اون مربیایی که دور اطراف زمین‌های خاکی بودن خب پی به استعداد من بردن و من زیر نظرشون کار کردم و خب از اونجایی که خب حسن آقا روشن، ناصر خان حجازی، منصور پوریدری خدا بیامرز، ناصر خان خدا بیامرز، اینا رو دوست داشتم و علیرضا منصوریان بچه محل ما بودن. از اونجا من خب استقلال رو دوست داشتم و اصلا تو رویاهام هم نمیدیدم که یه روزی بخوام توی استقلال بازی کنم، ولی با تلاش و همت و لطف خداوند این قسمت ما شد. حالا راجع به شرایط فعلی خود استقلال هم خواستم ازتون سوال کنم. بازگشت مجدد آقای ساپینتو توی شرایط جنگی کشور، که به بازگشت ایشون شما خوشبین هستید یا خیر؟ ببینید خب آقای ساپینتو چرا که خوشبین نباشیم، خیلی مربی با دانش و خیلی جسوری هستش و این برای فوتبال استقلال و ایران لازمه یه همچین مربیایی و اومدنش برای بار دوم بابت یک علت بسیار بسیار حائز اهمیته که ایشون با لیگ ایران کاملا آشناییت داره و میدونه که تو شهرستان‌ها به چه سبکی باید بازی کنه، داخل زمین با هر تیمی به چه گونه‌ای، به چه روشی، با چه سیستمی میتونه بازی کنه و اون دانشی که داشت و اون کار بزرگی که هلدینگ خلیج فارس کرد و تونست بازیکن‌های خیلی خوبی رو جذب کنه، کار آقای ساپینتو رو راحت‌تر کردش و آقای ساپینتو هم خب ما شاهد اون جنگ 12 روزه توی ایران بودیم که خیلی از بازیکن‌های داخلی و مربیای خارجی داخلی ایران رو ترک کردن، ولی ایشون اعلام آمادگی کرد. خب این نشون میده که یه ارق خاصی روی کشور ایران داره و خصوصا روی فوتبالش و تیم استقلال و من اینو مثبت میبینم. حالا راجع به خریدای فصل جدیدی که استقلال انجام داده، بهترین خرید به نظر شما کدوم خرید میاد؟ ببینید نمیشه گفت بهترین خرید کدومه. ما بازیکنایی از قبل داشتیم که فوق العاده داشتن بازی میکردن، اسمم نمیارم دیگه، مشخصه چه بازیکنایی واسه تیم پارسال واقعا زحمت کشیدن، واقعا تلاش کردن، چون فوتبال همش تلاش و زحمت و هوش و ذکاوت و از خود نگهداری کردنه. این بازیکنایی هم که جدید اضافه شدن همشون تاپ لول هستن، همشون خوب هستن و این تعطیلات 21 روزه واقعا باعث شد که این تیم از همه تیم‌ها بیشتر به نفع تیم استقلال شد، چون تازه واردامون بازیکنای خارجیمون 2-3 روز قبل مسابقات شروع لیگ وارد تیم شدن و الان هم که خب این خرید بمب نقل و انتقالاتی رو انجام دادن آقای الحدادی، عرضم به خدمتتون که بسیار خرید خوبی هستش و امیدوارم که هرچه زودتر با تیم مچ بشن. سوال دیگه این که شما چقدر به قهرمانی تیم در این فصل با وجود خریدای خیلی خوبی که انجام داده؟ ببینید خب قهرمانی تیم نمیشه پیش بینی کرد. فوتبال به خاطر این جذابه توی دنیا، به خاطر این رشته اول دنیاست تو ورزش، به خاطر اینکه غیر قابل پیش بینیه. شما نگاه کنین یه تیمی که بسیار ضعیفه یقه تیمای بزرگ بالای جدول رو میگیره. ولی خب من خیلی خوشبینم به استقلال که امسال تو کورس قهرمانی هستش. خیلی خوشبینم به این موضوع، نسبت به چند سال گذشته 100% تو کورس قهرمانی خواهد بود و اگر یه مقداری خوششانسی با ما یار باشه و اشتباهات فردی گریبانگیر ما نشه، مطمئنا قهرمانی دور از دسترس نیست. سوال این که راجع به آقای سیدورف بگید، حالا خیلی حالا بهشون طعنه می‌زدن که حالا ایشون واسه پولشویی و این حرفا رو اومده به استقلال. ایشون تاثیرش توی روند نقل انتقالاتی به نظرتون؟ من 100% با این حرفی که یه سری‌ها میزنن مخالفم، به خاطر اینکه
اصلا آقای سیدورف اولین اتفاقیه که یه همچین باشگاه بزرگ استقلال که اومده یه همچین حرکتی زده، یه بازیکن تاپ لول سالیان نه چندان دور رو آورده به عنوان به قول معروف مشاور تیم که بتونه ازشون استفاده کنه توی نقل و انتقالات. و ما الان شاهد این هستیم که خب این نقل و انتقالاتی که انجام شده مطمئنا آقای سیدورف توش دخیل بوده و مطمئنم که در آینده هم خیلی کمک خواهد کرد. این حرف و حدیثا بیشتر برای اینه که استقلال بزرگ رو به حاشیه بکشونن و به نظر من تأثیری نداره این حرف. آقای سیدورف رزومهش مشخصه، کارکردش توی زمان بازیگریش چه مربیگریش مشخصه و اومده که کمک کنه. صحبت پایانی اگه دارید با هوادارا مدیر من خیلی خوشحالم از اینکه خب برای اولین بار تو تاریخ استقلال توسط هلدینگ خلیج فارس آقای شریعت مداری و آقای تاجرنیا و آقای نظری جویباری که قبلا مدیریت تیم بودن تونستن تیم ب تشکیل بدن و این اتفاق توی یه استان محروم اتفاق افتاد، سیستان و بلوچستان، زاهدان، که سرمربیش هم آقای رضا رجبیه و بنده هم دستیارشون هستم. امیدواریم که بتونیم یه خدمتی کنیم در عرصه بازیکنسازی برای باشگاه، برای تیم الف، تیم استقلال بزرگ و همینطور برای اون استان بتونیم که مفید واقع بشیم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. قربون شما.